خداوند پاتون گرفته دستتون نیکو. چی نمیرسه؟ چی کم بودی دوری در میخونه؟ نمردی خموش شد. بعدی جانم زد روزی در اون اوقات کن چای بیار، دارو بیار، این بیار، وای بیار. بچه بله بچه جان نکلینا ای سر تو بگه کروی خانه میکنه همه خدمت ما میکنه بچم رجب علی ایبرانی. اوچه جانی ما، دیل جانی ما، چی خیلی شدی اوچه جان؟ میشه بچم سوز شدیم نفس خوب شدی اوخی؟ داروات هستن همش؟ خیلی اوچه جان انشالله که زیغ نشه، انشالله که شفا میابی. خدا خواهد بود رنگ هر وقته سیر گشت میبراییم عموما زیغ نشه اوچه. دلا که شد گرفتن در کار دلا اینه ما هم وقت در خدمتیم اوچه جان. اوچه جانی ما انا ما کار رفتیستم یک باره او طرف بعدی کار اومدنم خدا خواهد انا بزرگ میدرم خرید میکنم مایده چایده با خونه رو میگیرم یا چی در کارتونه چی دیلتون میکشد مثال گپ که ما بگیرم برای شما بیارم اوچه. چی بچم دلم نمیکشه روی سفید برای کور بچم خدا احتیاط که بچه جان 2 ساله که باری سری تشدم بچم دو پای را بچم که تیغ را اوچه جان جانم شویم خیلی گپ نزنه اوچه جان 2 سال نه 2 عصر لازم باشه اوچه جان ما خدمت میکنیم ما در بطانیم فهمیدین اوچه جان عموما زیغ نشه انشالله که با میخزیم با میخزیم با انشالله که همه خرسندی و خشیره میبینی نه پیش های دلم سرم کمپیر دارو بیار آب بیار افقاد کن خدمت کارم کنیم. بچه جانتون چیزا کس کردید با گلی بازار خورد خداوند پاتون گرفته دستتون نیکو. من دارتون خورید خودم هم تلفن دستی شما خطی در یک مدت 15,000 تومانی کار کردید شما باشین ویدیو بیهوده تماشا کردن میگردیم بعد خط خواهران مادران و پجانکو میرسونم که شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوب کار فراهم آورده اگر که شما در خانه‌هاتون نشسته توسط این همون تلفن دستیتون میتونید کار و فعالیتتون رو پیش برده ماه به ماه 3000 تا 15-20,000 تومان مبلغ پولی را به دست دارید. برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست یگون جا نمیرین یگون کسا پول نمیتین زبان خارجی دونستن لازم نیست فقط در رقم‌های بالای اکران دایرکتوری شرکت فابریک اپای ما اپای شمسیه بنودا در واتساپش اینا رجب علی ایبرانی مینویسین اپای ما تمام نوزکی‌های کار نقطه به نقطه شما را یاد میتونم میفهمونه و شما را میتونه رنگ نمی اپجون ما در آینده کار کنین پول به دست بیارین. اپایی که در کارخانه دولتی کار میکنین 100% شما در پبلیک میتونین کار کنین دانشجو دخترکا شما را 100% میتونین که کار کنین. بعد یک چیز دوستان عزیز نگفتن همونم که کدامی که همین اپای ما دامین ایسا رجیستراسیون میکنه و در مدت 2 ماه تا 3 ماه یعنی که دایرکتور میشوه 20,000 تومانی ای طرف شرکت فابریک یعنی که قدردانی کرده میشوه. همه کسا اپای ما بنویسین کار کنین باور دارم که 2 ماه 3 ماه انشالله که شما را دایرکتور میشین و نه 20,000 تومانی کم میگیرین در جون شیرین تو بزنین. الان دیگه ابون گلی بازار خورد خداوند پاتون گرفته دستتون نیکو. من دارتون خورید ماما نمردی خموش شد. نمردی خموش شد. ابیده چی تیار کنم رئیسا؟ هیچ نکنید یا چیزم تیار کردن نیستم. زنک جان او زنک جان لبه چه خیلی خوب هستید اینجا هستید میشه سلامتی خوبه احوال خوبه من با تاکسی روی کردم چطور آورده هستم شهر آوردن هستم ده کاروبکه آخه جان جانم شوید یورا بگی سه وای نوکه مایله کنه ریزت بارو چه جانا مایله خب مجد در بکن چی که پیش مدار بدرم پیسر که زنم جان در مون سبخه
بعد فراموش نکنیم یک کم ترک آب گرم درمون اول کم تر گرم شوم فهمیدی؟ بعد بگی بیا در این خونه تو قوچجانش زندگی میکنم دیگه کس نه تمام زندگی تمام کارش برای اوچهش سه واقعا است زهرا من با یک امید و آرزو عروس شده آمدم که خوشبخت زندگی کنم همه دختر میخواهد وقتی که اویله‌دار شود تنها باشد با میل خودش زندگی کند چی احوال است دیگم زود نفهمیدم زنک خود با خودت گپ زدی سای ها؟ چی مقصد داری؟ خیلی چی گفتنی داری؟ چی خواهشی داری؟ بیا اومده گپ زد خود با خودت باید در دیوار گپ نزد چی میخواهی؟ گویا که میفهمیدم دیده استی نفهمیده استین چی با گفتنی من میفهمی شما چی با شما گویی چی با در دیوار گویی چی یک چی نمیرسه؟ چی کم بودی داری در میخونه؟ با فکرم من در این خونه خدمتگار نه عروسی خونه اگر من از همون اول میدونستم که شما با چجانتون زندگی میکنید هیچ وقت چنین زندگی را قبول نمیکردم میفهمید بعد جانم زد روزی در آن اوقات کن چای بیار دارو بیار این بیار وای بیار من هم دخترم من هم عروس شده آمدم که با میل خودم زندگی کنم با میل خودم پوشم با میل خودم خورم این چه احوال است تو در این خونه کلینی تو در این خونه کلینی این چیزا فراموش نکن ترم در خونه تون مادر داری خداوند کنه که هیچ وقت مادر درد سر نبینه خداوند کنه که مادرت محتاج روی در کلی نشود بیمار نشود بعد این را فراموش نکن که آینده ترم شتومن میشه یک عمر جوان نمیمونی یک عمر با دست و پای خودت کار نمیکنی آینده رنگینه مادر ما ترم خشتومن میشه دوکه که بعد فرزندت بیرون ایدارت نکنه کلی بیرون ایدارت نکنه برای همین این روز حرکت که کوشش که صبر که طاقت که دو شبگی که پگه آیندت خوب شود فهمیدی؟ خیلی بربر نکن چیزی که گفتم همون را اجرا کن گپی زیادتی نزماده السلام علیکم اوچه جانی من دیر جانی من رو یگانه گفتم چراغی خانه گفتم چه خیلی اوچه جان؟ همه خوب همه تینج خراک خوردی؟ اوچه جان همین کتا بخور فهمیدی اوچه؟ چی اوقاتیت میفوره گفتی هم گفت چی شرینیت میفوره میوت میفوره چی چیز میفوره کلین در خدمته میگیره و مدا میکنه فهمیدی اوچه جان؟ زنک بیار آخی همون سیوره اون سیو گفتگی موچه جان گرم کنم میگیره میاره منم سیبونم بزنه تو تاجیکی را فراموش کرده ای؟ من باید قطعی اگه زبان خیتایی تا دیگه بزنم من تو را آوازی گفتم که زنک جان همین سیواره گرم کرده مایده کرده خش روه ریزه که بیار با پیش رو چما چی گفت؟ چی کار کردیستی؟ خود کردیستم دستشون ساز خودشون میکنن همین میگن که یا بازاری یا بازوری یا بازار ها؟ بازوریش بگیره ما؟ رجبالی بچم جان نکو کلینه ای سر تو بگه کروی خانه میکنه همه خدمت ما میکنه بچم بالای دو کودکا که تیاری گو میکنه 3 سال میشه که وزبینی من در بالای سرم بیچاره کلینه رجبالی خالت زنگ زن درست خانه که خالت درم نمیخوام که زندگی شما برای ما ویران شوه بچم زندگی باباتون ویران نکنی بچم برای ما برماید درست خانه خالت نیستم بچم زندگیتون ویران نکنی برای ما شما اوچه جان جانم شوین نه خونه خالم برین نه خونه تغم برین این همین تا وقتی که من هستم تا وقتی که من زنده ام اوچه جان این همین خونه شمایی این همینجا میستین همینجا نگاه و بینتون میکنیم شما در وقت اوچه جان ما را در کوچه نپرتفتین ما را در پشت در نپرتفتین که امروز ما شما را بیرون ایدار کنیم امروز یک کسی دیگر شما را نگاه و بین کنه میفهمین اوچه جان 2 سال 3 سال نه
100 سال که باشه اوچه جان نگاه بینتون میکنیم کدام میده که همین خانه معقول نیست زندگی در همین خانه معقول نیست شرایط همین خانه معقول نیست آنها درک شده میتونه که خیلی جان گفته رامده بروه لازم باشه این معقولت نباشه من خدا میبرمت فهمیدی؟ رجب علی ایبرانی